سلام دوستای من، بریم یه کاردیو حسابی با هم انجام بدیم. من تو باشگاهم ولی از هیچ کدوم از وسایل به غیر از یه توپ ساده استفاده نمی‌کنم. قسمت اول تمرین همه این حرکات یه جورایی گرم کردن حساب میشه. 4 ست انجامشون میدی، هر ست به مدت 30 ثانیه و بین هر ست 10 ثانیه استراحت کن تا آماده بشی واسه اینکه بتونیم حرکات اصلی رو با هم دیگه بترکونیم. همین ابتدا اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردی لطفاً این کار رو انجام بده که هم من انگیزه بگیرم و هم تو بتونی از ویدیوهای جدید من استفاده بکنی. تا الان 22 دقیقه انجامش دادی و انقدر کالری سوزوندی. حالا حساب کن اگه بشه 1 ساعت چقدر کالری میسوزونی. از اینجا تمرینای اصلی ما شروع میشه. سمت راست تمرینات برای افراد حرفه‌ای تره و سمت چپ برای افراد مبتدی. نگران نباش، توی هر سطحی باشی این تمرینا یه کاردیو حسابیه واسط، پس انجامش بده. تعداد هر ست با تکراراش روی هر قسمتی نوشته شده. لطفاً همین تعداد حتما با من انجام بده. اگه تناب زدن بلد نیستی هیچ اشکالی نداره، دقیقاً مثل سمت چپ انجامش بده، اما حتما انجامش بده. نگو بلد نیستم تناب بزنم پس ولش کن. کنارم بمون تا بتونی هر هفته کلی از این تمرینای خفن برای خودت ذخیره بکنی که هر موقع تونستی انجامشون بدی. دمت گرم، تونستی 25 دقیقه هم کاردیو انجام بدی. الان قلبت داره ازت تشکر میکنه. خب نوبتی هم باشه، نوبت حرکات شکم پهلوه. سمت راست حرکات پیشرفته تر و سمت چپ برای افراد مبتدی. اینجور چیزا موقع کلیپ گرفتن خیلی پیش میاد. باز خوبه ایشون رفت، یه سریا که میان وای میستن و نمیرن. و در نهایت بازم ازت میخوام لطفاً کانال منو سابسکرایب کنی و این کلیپو واسه هر کدوم از دوستات که فکر میکنی به دردش میخوره بفرستی. کنارم بمون با کلیپای بیشتر و بهتر. واقعاً دمت گرم، بهت افتخار میکنم، تو تونستی انجامش بدی دوست من.